همونطوره که اگر شما دقت کرده باشید که برادر گرامی استر جنرال عبدالرشید دوستم نامی از مهاجر نگرفتن که مهاجرین کابل، بلکه شما مهمان هستین. شما مهاجر نیستین، در وطن خود هستین و مهمان هستین. پس هیچ گوی احساس حقارت نکنین. بچیم جان مادر خدا صاحب خدا از دست دادیم. کل مادر خدا اقبال تنوز هم بلند کنه، جان جور دل بیغم بتیته و نمایندگی از تمام زنای شهر کابل. اگر 5 تای ما آمدیم 5 تای ما اونجا ماندیم، اگر 4 تای ما آمدیم 4 تای ما اونجا ماندیم. مردای خدا در روی اولی دفن کردیم، بچه ما آمدیم. کل ما احتیاج، فقیر، بیچاره، اواره، بیخانه. بچه دخترهای جوان خدا گرفتیم، بچه گری دست خدا کشیدیم دادیم، دخترهای جوان انداختیم. شوهر دمیانی دکان از خبر نداره مرده زنده است. بچه دمیانی دکان از خبر نداره مرده زنده است. بچه خودم دختر معلم در مکتب بود، خبر ندارم که مرده است یا زنده است. بچه گریختیم، کل ما گریختیم، بی کرا، بی خانه، بی جای، بی روزگار، بی چادر، بی بود گریختیم آمدیم. کل مادر خود امروز ایلی خدا ویلی امی دوستم جاندار دوستم آمدیم، عبدالرشید دوستم که ما را از خدا و از این روش جلو از این کار رو بگیره که مردم افغانستان 4 فکرها که داشت مزار شریف آمد که نداشت زیر راکت افتاد مرد، زیر راکت افتاد مرد، فقیرها مردن. گلبدین هم مسلمان میکنه مردم بیاید بچه زیر راکت جان مادر خود. او نداریم، وقت نداریم، در 1 ساعت 2.5 ساعت راکت در فرق ما خورد. بچه جا غیر اینه خدا بر آمدیم، 4 تا سیاست حرکت خود گرفتیم در راه سرک آمدم در مزار شریف. نگه بچیم خدا قوت بده، دعای کل مسلمان ها را خدا در پشتت میگیره. بچه خدا دگاه اقبالت بلند کنه. مردم کابل شمالی ور شمالی گریخت، مزاری مزار گریخت. کل مادر خود 4 تا کابلی در میدان خدا مسلم آواره ماند. بچه بیکرا، بچه های جوان بیکرا ماند، دخترهای جوان بیکرا ماند که گریختن. مادرها شد یک زمان، پدرها شد دیگر زمان. بچه سفید آدم ایدان موند، سفید آدم ایدان موند.